ویدیوی چنل لوکنتو. میدونم صدا خرابه و دوربین داره میلرزه چون داداش کوچیکم داره فیلم میگیره. بریم دوتا چیز خریدیم که دوتا چیزم نه، یه دونه پایه و یه دونه میکروفون. بریم آنباکسش میکنیم. اینا خیلی گرون هم نیستن، به هر حال واسه شروع خوبه. بریم اول پایه رو زود آنباکسش کنیم، درستش کنیم، بریم به داداشمون که دستش داره میلرزه. خب این خوده پایستش، اینا تناکلاتش داش تراز داره. اگه تراز باشه این حبابه میاد وسط، مثلا میگه که صافه یا چته. چه اومد؟ چی که؟ چی؟ این باسمش در اومد بازی دست چینی هم نبید. میره پایین. تمام. این بره دست آقای فیلم بردار، برم میکروفونم آنباکس کنم فعلا. تمام. خب اینم دست آقای فیلم بردار. بریم حالا میکروفون مدل SX21، یکی از ارزون ترین میکروفون هاست. بله البته چیز اقتصادی هستش. اینطوری ما توی فروشگاه اینو باز کردیم، فقط یه دونه تست سریز گرفتیم که ببینیم صدا ضبط میکنه مثلا روشن میشه یا نه. این از خودش، اینم که به درد ما نمیخوره. اینم دفترچشه که مهم نیست. بعد یه دونه کنم شو دیگه آسترو، یه دونه تبدیل تایپ سی به لایتنینگ داره. خب بعد یه دونه کابل شارژ از اون 10,000 تومانیه. مختصر کنیم ببینیم صداش چطوره. خب اینم از تست صداش، امیدوارم صداش خوب باشه. آره دیگه همین بود ویدیوی آنباکسینگ ما بود، اولین ویدیوی ما هم بود. دوستان حتما توی کامنت ها بگید چه ویدیویی درست کنیم، یه چالشی بدید توی ویدیوی بعدی انجامش میدیم و ویدیوشو واسهتون میذاریم. پس لایک و کامنت و سابسکرایب یادتون نره. فعلا